حتما یادتون هست ما وقتی بچه بودیم هممون یه قلک‌های پدر مادرمون بهمون میدادن. حالا قلک‌ها پلاستیکی بودن، گاهی وقتا گلی بودن، نمیدونم الانم هست تو فضای جامعه یا نه، ولی من خودم یادمه که اینا رو همه ما داشتیم، دوستامون هم داشتن. ما تا زمانی که می‌خواستیم پول پس انداز کنیم، اون موقع ما که جوان‌تر بودیم، بچه‌تر بودیم، 10 تومانی و 5 تومانی، الان جوانای الان 10 تومانی 5 تومانی فکر نکنم یادشون بیاد، ما اونجوری پول ریختیم توش و چشم به هم زدن می‌دیدیم اون قلکه حالا توی اندازه‌های کوچیک یا بزرگ پر میشد و زمانی که خواستیم پول رو برداریم شروع کردیم به این گوشه هاش رو پاره کردن. گوشه این قلک پلاستیکی رو برمی‌داشتیم یا زیر اون قلک‌های گلی رو وقتی شروع می‌کردیم به کندنش تا بتونیم مقداری از این پول رو برداریم، ذهن ما دیگه عادت کرد که این پول خرج بشه. زمانی که فقط می‌خواستیم پول رو جمع کنیم خیلی زود قلک‌ها پر می‌شد، اصلا باورمون نمی‌شد. شاید بعضی از این قلک‌ها ظرف یک هفته پر می‌شد چون ما فقط به فکر پس‌انداز بودیم. یه بار دیگه تو زندگیتون قلک‌هاتون رو رو کنید، ولی قلک‌هایی که قرار نیست دوباره فشار بدی از گوشه پول رو در بیاری یا قرار نیست گوشه‌ای رو بکنی پاره کنی که بتونی پول رو توش بکشی. دوباره این قلک‌ها رو بیا به هر رقمی که میتونی شروع کن که پس‌اندازش کنی. فقط پول رو توی قلک‌ها دوباره جمع کنید.